به نظرتون قاتلا و جنایتکارا از نظر ظاهری چه تفاوتی با بقیه دارن؟ یعنی مثلا ممکنه همشون یه سری ویژگی ظاهری مشترک داشته باشن که با بررسیش بتونیم بفهمیم قاتلن یا مثلا مجرمن؟ اگه اینطوریه ممکنه اطرافمون کسی باشه که اون ویژگی ظاهری رو داشته باشه و قاتل یا مجرم باشه؟ یا مثلا کدوم ما با توجه به چهرمون ممکنه به یه جنایتکار تبدیل بشیم؟ امروز میخوایم در مورد قیافه و ویژگی‌های ظاهری قاتلا و جنایتکارا حرف بزنیم. برای خود من خیلی جالب بود که یه سیستم اندازه‌گیری وجود داشت میتونست بر اساس قیافه به همون بگه فلان آدم جنایتکار هست یا نه. بعد متوجه شدم که اتفاقاً دانشمندا در طول قرن‌های اخیر خیلی جدی این سیستم رو راه انداختن. توی این ویدیو میخوایم ببینیم واقعاً شدنیه یا نه. اما قبل از شروع ممنونم که از بین این همه این ویدیو رو انتخاب کردید و اگه پرونده ها و موضوعات جنایی رو دوست دارید لطفاً از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب و زنگوله کناریشو بزنید که ویدیوهای جنایی و موضوعات جالب و عجیب غریبی که میذارم رو زود بتونید ببینید. چند ماه قبل یه ویدیو گذاشتم و در مورد تقسیم بندی قاتلا و جنایتکارا با هم حرف زدیم. توی اون ویدیو گفتم که یه جرمشناس بزرگ یعنی سزار لومبروزو و شاگردش آقای انریکو فری توی قرن 19 نظریه‌ای رو مطرح کردن که توی اون اومدن جنایتکارا رو به 5 دسته تقسیم کردن: مجرم مادرزاد یا بالفطره، مجرم دیوانه، مجرم به عادت، مجرم اتفاقی و مجرم احساسی یا هیجانی. توی اون ویدیو دقیق توضیح دادم که هر کدوم از این مجرما چه ویژگی‌هایی دارن. حالا به اینم اشاره کردم که لومبروزو میگفت مجرمای بالفطره یا مادرزاد یه سری ویژگی‌های ظاهری دارن که نشون میده این آدما جنایتکارن. یکی از منسجم‌ترین نظریه‌ها در مورد ظاهر جنایتکارا همین نظریه لومبروزوه. از نظر ایشون مجرمای مادرزاد به دنیا میان که جنایتکار بشن کلا و یه سری ویژگی ظاهری دارن که اونا رو به انسانهای اولیه و در درجات بعدی به میمونها شبیه میکنه و به خاطر همینه که خوی وحشیگری بیشتری دارن، چون از نظر تکاملی عقب مونده تر از بقیه انسانا. مثلا میگه اینا فک بزرگی دارن، بینیای پهنی دارن، گوشای برجسته بزرگ یا نوک‌تیز دارن، لباشون یا بیش از حد نازکه یا بیش از حد ضخیمه، چشمهاشون نامتقارنه و نگاه نافذ و سردی دارن. توی دندونها و فکشون یه ناهنجاری دارن، مثلا فاصله داره دندوناشون یا مشکل داره. اندامهاشون نامتقارنه، مثلا دستشون زیادی بزرگه. موهاشون یا زیادی پرپشته یا به شکل غیر عادی بیموه. و میگه که خیلی هاشون به خاطر روحیه خشن و سرکششون به خالکوبی و اینطور کارا هم خیلی تمایل دارن. بعد آقای لومبروزو توی تقسیم بندیاش حتی از اینم دقت عمل رو میبره بالاتر. مثلا میاد انواع جرما رو جدا میکنه. مثلا میگه قاتلا فک خیلی بزرگی دارن، گونه‌هاشون برجسته است، بینیشون عقابیه، چشماشون هم عمیق و درخشانه و اغلب وقتا موهاشون تیر است. ولی از اونور سارق‌ها چشماشون درشت و متحرکه، بینیشون صافه و انگشتاشون بلند و باریکه. بعد میرسه به متجاوزها که میگه اونا چهرهشون بیشتر شبیه به حیواناته، چشماشون ریز و نزدیک به هم دیگه است، فکشون بزرگه و دهنشون پهن. ممکنه یه بخشای از این نظریه در مورد بعضی از قاتلا و جنایتکارایی که هممون دیدیم صدق کنه، ولی طبیعتاً دسته‌بندی اشتباهیه، چون نمیشه هر کسی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه قطعاً جنایتکار باشه. نظریات لومبروزو اون اوایل خیلی محبوب بود، اما در عرض چند سال بعدیش دانشمندا اومدن به شکل‌های مختلف و با توجیه‌های متفاوت نظریه لومبروزو رو رد کردن و گفتن که جرم‌ها تحت تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی و روانشناختی اتفاق میفته، نه تحت تاثیر ویژگی‌های فیزیکی. ولی با این حال برآیند نظریات لومبروزو، پکیج کلی نظریاتش تا همین الان یه سری تاثیراتی توی پروفایل سازی جنایی و
روانشناسی جرمشناسی مدرن گذاشته. اما نکته جالب اینه که بعد از 1 قرن خورده‌ای توی همین سال 2016 خودمون یه تحقیق خیلی علمی و مهم دیگه انجام شد که دوباره به این نظریه چهره شناسی مجرمای لومبروزو برمیگشت. داستان این بود که 2 محقق چینی به اسم شیولین وو و شی ژانگ یه پژوهش انجام دادن به نام استنتاج خودکار جرم از طریق تصاویر چهره. اومدن 1856 تا عکس چهره از مردهای بین 18 تا 55 ساله چینی رو دادن به سیستم. از بین این افراد 730 نفرشون واقعا مجرم بودن و 1126 تاشون آدمای عادی و نرمال بودن. تمام عکس‌ها فقط از چهره افراد بود و از چیزای جانبی مثل کلاه و لباس و عینک و اینجور چیزا رو همه رو حذف کرده بودن تقریبا. بعد با استفاده از یه سری الگوریتم‌های یادگیری ماشینی که واسه اون سیستم مشخص کردن، این تصاویر و اطلاعات رو اومدن تحلیل کردن تا سیستم بتونه یه سری ویژگی مشترک بین مجرما مشخص کنه و وجه تمایزشون با آدمای عادی رو هم مشخص کنه. نتیجه این تحقیق خیلی جالب بود. الگوریتم تونست با دقت 89.5% افراد مجرم و از افراد غیر مجرم تشخیص بده. تازه میگفتن با یه سری الگوریتمایی که دقت بالاتری دارن، این درصده میتونه به بالای 90% هم برسه، یعنی از اینم دقتش بره بالاتر. حالا شاید شما هم براتون سوال باشه که بر چه اساسی میشه تشخیص داد یکی مجرمه یا نه. الان بهتون میگم. طبق تحقیقات این 2 دوست عزیزمون، اولا که تقارن چهره خیلی تو افراد مجرم و غیر مجرم با هم فرقی نداره. ساختار کلی صورت مثل شکل جمجمه و اجزای صورت هم همینطور، کلیتشون خیلی فرقی نداره. بعد هم توی مجرما و هم توی غیر مجرما تنوع زیادی وجود داره توی اجزای صورت. یعنی همه مدل چشم، همه مدل دهن، همه مدل بینی ممکنه توشون باشه. ربطی نداره به مجرم بودن یا نبودن. اما گفتن که زاویه بین بینی و لب، این زاویه توی مجرما میانگینش کمتر از آدمای عادیه. بعد انحنای لبا توی مجرما کمتر، یعنی چه بخندن چه نخندن خط لباشون صافتره و زاویه و شیب کمتری داره. فاصله بین چشماشون هم باز به طور میانگین گفتن کمتره مجرما. غالبا هم ابروهای افراد مجرم سنگین تره یا بیشتر به چشماشون نزدیکه. حتی اومدن یه چهره برآیندی از افراد مجرم ساختن، یه چهره هم از افراد معمولی، یعنی تصاویر همه افراد عادی رو انداختن رو هم که یه میانگین چهره یه فرد عادی مثلا میشه این شکلی، که خیلی هم گشاده روتر بود، یعنی یه مقدار تفاوت داشت. همین کار رو با مجرما هم کردن و مجرما هم یه مقدار براینده چهرهشون جدیتر و کمتر دوستانه بود و اگه دقت کنید واقعا هم با هم متفاوتن و یه جورایی وایب مجرم و معمولی رو میدن به آدم. حالا نمیدونم موضوع تلقینیه یا نه، ولی خب بعد از بیرون اومدن این نتایج تحقیقات تو دنیا قشقرق به پا شد که اوه ببین چه اتفاقی افتاده. از روی قیافه میشه تشخیص داد که کی جنایتکاره و بعد از اون طرف هم یه سری شاکی شدن که نه اصلا یعنی چی، که خب بیشترم حق با اون یه سری آدم شاکی بود. حالا چرا؟ اولا چون چین یه مقدار قوانین عجیب غریب داره. خیلی از جاهای مختلف دنیا اومدن اعتراض کردن به این نظریه و پژوهش، چون ترسیدن دولت چین بیاد به شکل ناعادلانه و سوگیرانه از نتایج این تحقیق استفاده کنه و گیر بده به آدما. از یه طرف هم مشخص شد عکسای افراد مجرمی که به سیستم داده بودن اکثرا توی موقعیت‌های جدی‌تر و رسمی‌تر بود، مثلا عکس کارت شناسایی یا حتی گاهن عکسایی که توی اداره پلیس ازشون گرفته شده بود. ولی عکسای آدمای معمولی بعضیشون عکسای شناسایی بود، ولی بعضیا مثلا عکسای استخدام و عکسای مربوط به شرکتی بود که توش کار می‌کردن که به طور ناخودآگاه خب آدما توی شرایط استخدامی و شرایط مثبت یکم خوشروتر عکس میگیرن. حالا نه که خیلی شاد و خوشحال و خندون باشن ولی یه ته لبخند خیلی محو و نامشخصی داشتن، یه کمی گشاده روتر بودن در واقع. ولی افراد مجرم جدیتر و عبوس‌تر بودن. اومدن گفتن این موضوع به همین دلایل اصلاً علمی و منطقی نیست، چون به شرایط عکس برداری این افراد توجه نشده. خلاصه داستان این که این تحقیقات با اینکه ظاهراً خیلی علمی و دقیق بود،
اما از طرف بیشتر محقق‌های دیگه رد شد و گفتن نه اصلا اینطوری نمیشه اتیکت چسبوند رو ملت. و ما بازم رسیدیم به همون جایی که با نظریه لومبروزو رسیده بودیم. ولی اگه نظر شخصی ما بخوام بگم، به نظر من قیافه آدما، اجزایش، صورتشون و ویژگی‌های ظاهریشون و حتی یه سری حرکات صورتشون اکثرا یه سری اطلاعات از وضعیت روانیشون منتقل میکنه. شاید مثلا آدمای عادی زیاد متوجه نشن ولی متخصصا قطعا میفهمن. مثلا روانشناسایی که خیلی تجربه دارن به نظر من میتونن خیلی راحت از چهره یه سری از افراد بفهمن که این ویژگی ظاهریه توی همه اینا مشترکه و یه وضعیت روانی ثابت دارن یه تعدادی آدم. پس به نظرم ممکنه اگه اون وضعیت روانی یه اختلال روانی باشه یا مثلا یه مشکل بزرگ باشه که باعث مجرم شدن و جنایتکار شدن کسی بشه، از روی چهرش تا حدی بشه تشخیص داد، مشخص باشه. ولی فکر نمی‌کنم لزوما همه مجرما رو بشه از روی چهره تشخیص داد یا هر کسی مثلا با یه ویژگی توی یه ظاهرش قطعاً جنایتکار باشه. این صرفاً نظر شخصی منه. شاید شما نظر دیگه ای داشته باشید که خیلی مشتاقم نظر شما رو هم بخونم. حتما برام بنویسید و بگید که اگه 1% این نظریه ها درست باشن و یه روز اثبات بشن، کسی رو اطرافتون میشناسید که با این ویژگی‌های ظاهری جنایتکار باشه؟ ممنون که تا اینجا همراهم بودین و پیووی رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم این پوینت آف ویو براتون جذاب و تاثیرگذار بوده باشه.